مسلمان اگر تو مؤمن واقعی باشی، هر جبه زمین سرزمین الله، خاکی تو. این زمین برای تو الله پیدا کرده، کل گوشه های زمین از تو است. تو باید نظام الله را سر این سرزمین حاکم بگردانی، مسئولیتی است. در یک خطه خواب بکو، نمازخوانی تا شروع بکو، دیگه هر چی که میشه، اگر تعرض به ناموس میشه، اگر تعرض به دین میشه، اگر معامله و اتفاقات دنیای کفر سر مسلمان میشه، تو برای خود بگو که من از خاک خود دفاع میکنم. این دفاع کردن از این خاک، این مرگ جاهلیت است. مسلمان سرزمینش کل زمین الله سرزمین مسلمان است. تو را خلیفه الله پیدا کرده، احکام الله را در سرزمین الله حاکم. بلبل چش سندرم گلم وشنده غیگ ده تورش